به جنت میبرد، نجاتت میدهد، یا که به اهمیتی میکنی و نمیآموزی و یا که تو را البته به عذاب میبرد اگر به قولش احتمال نکرده باشی. بفهم که ایمان مرتبه دارد. مرتبه ایمان بارک الله فیکم اصل است و واجبات است و مستحبات است. اصل ایمان بعض از علما میگن 5 است 2 6 است. اصل ایمان ما این چی است؟ اصل ایمانی که ترک کرد انسان کفر میشد به اجماع همه علما. این توحید است، اصل یکم. اصل دوم ترک شرک است. اصل سوم کفر بالطاغوت است. اصل چهارم عدم الامتناع و التولی است. اصل پنجم اصل الولاء